امروز میخوایم درباره رنگ و نور یک فیلم سینمایی، یک درام عاشقانه موزیکال به نام A Star is Born صحبت بکنیم که در سال 2018 اکران شده. توی این فیلم از رنگ‌های استفاده شده که وضعیت داخلی یا تضاد درونی یک شخصیت رو با رنگ‌های قرمز و فیروزه‌ای نشون میده. رنگ و تعدیل نور نشان دهنده جهان جکمین و فضای درونی اون هستش. اگرچه رنگ‌ها بسته به شرایط خاص میتونن معنای بسیار متفاوتی داشته باشن، اما به طور کلی رنگ قرمز نشون دهنده عطوفت، عشق، عصبانیت، هیجان، قدرت، انتقام، خشونت و یا عنصر آتش هستش، در حالی که رنگ آبی عکس رنگ قرمز عمل میکنه که ما شاهد این دو رنگ توی لحظات خاص این فیلم هستیم. رنگ آبی نشان دهنده آرامش، حقیقت، اعتماد، راحتی، تعهد، ثبات و یا عنصر آب هستش. این کاملا درگیری داخلی در شخصیت جکسون مین رو نشون میده. اون در این برزخ بین اوج و فراز و فرود زندگی قرار داره. در طول فیلم اون رو در حالت متانت و وضوح کامل و سپس در حالت عذاب و خواب‌آلودگی کامل میبینیم، یعنی دقیقاً عنصر آب و آتش کنار هم. You have my number. Okay. All right. Hey. What? I just want to take another look at you. مورد دیگه‌ای که توی این فیلم وجود داره نحوه و زمان تغییر نور بین قرمز و فیروزه‌ای هستش. علی در زیر نور فیروزه‌ای شروع میکنه و هنگام اجرا در چراغ قرمز به سمت جک حرکت میکنه. وقتی اون جلوی جک آواز میخونه، هر دو توی نور قرمز با هم روبرو میشن، اما سرانجام وقتی آواز رو تموم میکنه، جک رو به سمت نور آبی روی زمینه حرکت میده. وقتی علی سرانجام برنده جایزه بهترین هنرمند جدید میشه، برای گرفتن جایزه خودش میره روی صحنه کاملا فیروزه‌ای هستش. نشون دهنده این هستش که نه تنها شخصیت ها با هر رنگ نشون داده میشن، بلکه زندگی و داستان های اونها در هم آمیخته میشه و قراره که در هم تنیده بشه. صحنه‌ای که جک در آب شنا میکنه، آب به شدت فیروزه‌ای هستش. آب نشان دهنده تولد دوباره اون هست. ما به طور واضح توی این فیلم استفاده از رنگ‌های قرمز و آبی فیروزه‌ای رو می‌بینیم. این فیلم اگرچه پایان تلخی داره، ولی میتونه جزء فیلم‌های انگیزشی هم به حساب بیاد. و سخن آخر: هیچ فرقی نداره که گذشته ما چی بوده و الان کجا قرار داریم. مهم حرکت کردن و یک قدم به سوی جلو برداشتنه. کسی چه میدونه؟ شاید یک قدم مونده تا رخ دادن معجزه، و معجزه چیزی نیست جز خود من. Give my heart